یکی از بهترین خریدایی که میتونی برای این فصل بهار انجام بدی میدونی چیه؟ ترنچ کت‌های بدون آستین. با من باش. این ویدیو میخوام بهت 3 تا استایل متفاوت با این ترنچ کت نشون بدم. اولین استایلی که براتون انتخاب کردم یه استایلی که خوراک مهمونی بازی شب عیده. من عاشق اینم که این مدل ترنچ کت رو با جوراب شلواری و دامن کوتاه ست کنم. جوراب شلواری تو بهار تابستون توی هر رنگ و طرحی جزو ترندهای اصلی محسوب میشن. استایل دوم یه استایل ورزشی. خوبی این ترنچ کت اینه که یه آیتم بیسیک محسوب میشه. رنگش هم یه رنگی با همه چی ست میشه. فقط شما کافیه حال و هوای اون آیتمای زیر رو عوض کنین، کلا استایلتون رو میتونین عوض کنین. از یه استایل اسپورت برین روی استایل کژوال. و خوبی دیگه این ترنچ کت اینه که چون آستین نداره به شما این فرصت رو میده که با تکنیک لایه لایه پوشی بیاین هی آیتمای سرد و گرم و زیرش استفاده کنین. من عاشق اینم که تیشرت بپوشم زیر این ترنچ کت ها. حالا شما با من بگین از بین این سه تا استایل